مؤمن یکره الموت و انا اکره الاساءته. این مؤمن از این مرد میترسه. حقیقتا هم یک قاعده همی خداوند انسان که جان داده است این مرد میترسه. در صورتی که من همی نمیخواهم که اون بنده من مثلا همینطوری در غم اندوه بغلطه، در مصیبت بغلطه. ولون که اوخی تو اگر به شرطی که خونه ولنگو را چپه نکنی در جوش خونه درست و بینوی خوب ساخته نمیشه. تو زمین شدگار نکنی یگان حاصل در اونجا نمیشه. تو اگر به شرط صدف نشکنی گوهر داخلش گرفته و استفاده برده نمیشه. تو چورمغز نشکنی مغزش خورده نمیشه. انسان هم تو وقت شربت مرگ نچشه به جوار رحمت پروردگار نمیرسه. سبحان الله. हमारी خیام یک گویی داره میگه جامعه است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زی مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد باز بر زمین میزندش. عجیب میگه ده یک جامی بزه بی خشرویی که خواهی ببینی حواست میکنه این کوزگر ده اون را راست میکنه و اون میگیره در زمین میزنه مایدهش میکنه. این چه حکمت داشته باشه مقصد انسان خداوند به همین شکل و صورت زیبا خلق کرده است بو میگیره میزنه مایدهش میکنه. این چه حکمت داشته باشه. و خدا رحمت کنه حضرت مولوی را انا در ضمن یک قصه اسرائیلی در مثنوی شریف همین را جواب گفته است. میگه گفت موسی ای خداوند لباب نقص کردی باز چون کردی خراب، نرماده نقش کردی جانفیزا آنگه ویران کنی اون رو چرا. یک روز میگه حضرت موسی علیه السلام در کوه طور با خداوند مناجات داره راز نیاز میکنه. گفت پروردگار رو من همی شیر و اسرار مرگ نفهمیدم. اوه این مردای زیبا زنای زیبا را خلق میکنی با این شکل صورتی که اوه مثل انسان یکون مخلوقی نیست در روی زمین. با همین را جانشون را قبض میکنی با میبرن در داخل قبر میمونن شو خوراک کرمای لحد میشوند. حکمتش چیه؟ حق تعالی گفت این پرسش تو را نیست از انکار و غفلت و ازدغا ورنه تعذیب و عتابت کرده می بهر این پرسش تو را آزرده می. خداوند در جواب میگه یا موسی من میدارم که این سوالای تو برای شک شبهه نیست، برای انکار نیست، لیک میخواهی که در افعال ما باز جوی حکمت و سر قضا. اگر به شرط تو به خاطر این کار میگفتی یک گوشمال سخت میدونی، اما تو حکمت و سر این همی آفرینیش میخواهی بدانی. پس بفرمودش خدای ذواللباب چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. موسی یا تخم بکارن در زمین تا تو خود هم واده انصافی این. و وقتی سوال کردی بیا جوابش بشنو. زمین شدگار که یگان چی بکار، یگان زراعت بکار. حضرت موسی رو هم زمین شدگار کرده گندم کاری. میگه که انا چون که موسی کشتن شد تمام، خوشه هایش یافت خوبی و نظام، داست بگرفته مر آنها را برید. وقتی گندم کارید گندم قدرت شده است دیگه که سنبل عکوش رنگ زلفی عروس وری اویزان شده است. داست گرفته میگه ایال او و سر داست بگرفته مر آنها را برید. پس ندا از غیب در گوشش رسید که چرا کشتی کنی و پروری چون کمال یافت آن را میبری. ندا اومد که یا موسی اوخی کاری دیش قدرت شد این قدر خوشرو شد رنگ سنبله زر گندم زر چه باش خیلی بزیبه اویزان شد. برای چی گرفتی همه را چپا گردم کردی؟ گفت یا رب زان کنم ویران پست که در آنجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه در انبار گندم هم تباه. گفت پروردگار آخه اصلا همین گندم دانه داره و که داره. دانه خوراک انسان های که خوراک حیوان ها. نیست حکمت این داره آمیختن فرق واجب میکنه در بیختن. همش یک جویا کنی نمیشه واقعی ایروی عقل فراست نیست. باید دانه را ایکه جلو کنی. گفت این حکمت زکی آموختی نور این شم از کجا افروختی. گفت ماشاءالله یا موسی ای کجا یاد گرفتی این عقل فراست کی داده.
گفت تمیزم تو دادی ای خدا. گفت پروردگار این تمیز، این فرق، این مقصد، این عقل فراست تو دادی. گفت پس تمیز چه نبود مرا؟ در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره و گلناک هست. خداوند گفت یا موسی آخی من همه شما را فهموندم، من نمیدونم خودم چیکار میکنم. انسان‌ها یک خیل نیستن. در میان انسان‌ها هستن آدمایی که به درجه پاکیزه و تازه انگی گوی شفقت از ملائکه میبرند. هستن کثافتایی که در درجه و منزلت از همین حیوانات چارپاد پسترند. یک گروه مستغرق مطلق شدند، همچه عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنا جبرئیل، راسته از نفس هوا و قال و قیل. بعضیا مثل حضرت عیسی ای ملائکه را بالا رفته گیرند دیگه. نقش صورت آدمی ای لیکن معناش را بگی ملائکه. قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض شهوت مطلق شدند. واجب است اظهار این نیک تباه، همچنان که اظهار گندم ها زکا. انا میچ خیلی که گندم ایکه جدا کردن واجب است، عقل همه را تقاضا میکنه. انا میخواد انسانو را با همدیگر جدا کردن، هر کدام در منزلت در جای خود قرار دادن واجب است. اصلا حکمت مرگ حیات همیه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگاری که مرگ حیات با او خاطر خلق کرده است که شما را بو آزمایه که کدام شما عمل خیر و نیک داره و کدام مقصد که سرکشی میکنه فرمایه میشه. همه برای همین انسان حقیقتا دوست میداره جانا بسیار عزیزه، لیکن اوقی رحمت پروردگار بالاتر ای. گولا پیش دختر میبری باید او کولش کنه، گریه چی میکنه لیکن با فایده و منفعتش هسته پدر بو میقپم گولا که پوهک نزنه و کولش کنه. میبری فرزند جراحی ای او خازبین ای بیچاره میترسه ختم در تعلقه، لیکن با فایده و منفعتش که هسته قبول میکنی با سو میتی که همین جراحی کنی. نه پروردگاری بزرگم بنده را بسیار دوست میداره بنده مؤمنه، نه که تو زمانی که اوخی اگر صدف نشکنی گوهر گرفته نمیشه. حضرت این بچه رسیت چه پرسن؟ نه میگه که همین شبی قدر هم دعای اخیر همش شبی قدر میگن که چی بهم 27 مردم میخواد چی میگه؟ ماشاءالله. حقیقتا حدیثی متفق علیه هست، بخاری و مسلم روایت میکنن. حضرت گفت تحروا لیلة القدر فی عشر الاواخر من رمضان. شب قدر در 10 اواخر رمضان جستجو کنی. در روایت دیگر اومده است که در شب‌های تاقی 10 اواخر رمضان جستجو کنی. 21م، 23م، 25م، 27م. در یگان حدیثی مرفوع به رسول الله صلی الله علیه و سلم 27 ناومده است. 27 تا کجا گرفته؟ اصلا این 27 اما سخنی پیشنهاد قولی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است، پسرمک پیغمبر که شورای مفسرای قرآن است. همین حضرت گفت که قول اصح صحیح تر شمی است که همون شب قدر شب 27 است. اما در اصل بگیری مردای صالح، کسایی که حقیقتا بخواهند که شب قدر پاس بدارن همون ثواب 1000 ماه طاعت عبادت بگیرن، باید به همون شب 27 اکتفا نکنن، همین 10 روز آخر رمضان در شب قدر جستجو کنن. کسی انشالله همین کارا کرد هیچ جای شک و شبهه نیست که شب قدر دریافته است. من برای که میگم که یگان حدیث مرفوع به رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست که ایمینا در شب 27 قدر جستجو کنه، بلکه حدیث پیغمبر دلالت به این میکنه که در 10 اواخر، در روایت دیگر اومده است که در شب‌های تاقی 10 اواخر. معنی یافتن یعنی چی است قدر یافتنش؟ آخه این مقصد که یک بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم، بشارت الله در قرآن عظیم شأن. حضرت خداوندی گفت لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر طاعت عبادت در این ماه بهتره 1000 ماه طاعت عبادت. شب قدر شب مبارکه، شب قدر شب نزول قرآن، برابر 1000 ماه طاعت عبادت که از 80 سال زیاد میشه و این را اگر حسابش کنی. هم خاطر سعی میکنن که همین شب مردم خواهیم باشن. حضرت صلی الله علیه و سلم دو گروه از همو انصار به هم نظام میکردن. حضرت یک کمی ناراحت شد، گفت که من میخواستم شب قدر برای تو اعلام کنم، همین نزاع شما را دیدم فراموش کردم، برای همین در همین 10 اواخر جستجوش کنه. و ببین حضرت امت را تحریص کرد به خاطر عبادت بیشتر کنن.
تنبلی نکنن، فقط هم یک شب انتخاب نکنن، 10 روز آخره مقصد که جستجو کنن. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما رو نمونه عبرت ہے آخی. حضرت در همین 10 روز آخر رمضان همیشه در مسجد اعتکاف میشیشت. ایزور سخت میبست. حتی در همین رمضان آخر حیاتش 20 روز اعتکاف شده میای. اگه هم یک شب قدر دیگر شب مقصد که اوقا اهمیت نداره یا عقل فراست نیست. میگم مسلمان حقیقی باید همین 10 شب آخره با قیام و با طاعت عبادت بگذرونه. خداوند حفظ کنه. پیرم واجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمه. پروردگار ثواب نورانیت تلاوت کلام بزرگت رو، ثواب این نعت نشیدایی را که ایشان قاری رو، ثواب این نان و طعام هایی را که صاحبای این منزل به خاطر شکرگزاری نعمتی تا از برای بندگان روزدار آماده کردند. اولا به درگاه بی‌نیاز قبول فرما. بعدا برسان به روح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان و روح آن حضرت رو که واقعا جوانمردترین بنده های الله بود و جوانمردیش خاصتا در ماه شریف رمضان جوش میزد مثل بادی وزنده. از صاحب خانه، از بابای محمد یوسف، از مهمانان شاد و مسرور خوشنود و راضی گردان و از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار و مناسب ساز. بعدم برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و مهمانانش امید دعا دارند، خاصتا به روح پدر مرحوم خدای رحمت مغفرت پروردگار رو در بحبوحه جنت مستقرش گردان. انشاءالله اعمال نیک فرزنده و پیونده در عالم برزخ عرضه می شوند، خاصتا در ماه شریف رمضان و روح آنانی که بعد سر خط فرزند نبیروی خوب صالح مؤمن مسلمان و صائم و قائم باقی گذاشتند در عالم برزخ همیشه شاداب است. انشاءالله روح پدر محمد یوسفی ما را من یقین دارم که انشاءالله از اعمال نیک فرزند در عالم برزخ شاداب است. پروردگار رو از دیدار بی‌مثالت، از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و نصیبش گردان. خدایا فیض و برکات خیرات و حسنات خویش رو در این خاندان، در این محله، در این شهر دیار، در خاندان برادرایی که دست به دعا برداشتند نازل فرما. خدایا مشکلات مسلمانان را آسان گردان. پروردگار رو به خاطر این ساعت که انشاءالله قلب گواهی میده که ساعت اجابت دعاهاست، ارواح گذشته‌هامون رحمت و مغفرت و بیماران و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار رو به محبوس و آزادی کامل و عاجل نصیب و روزی گردان. به فرزندان را صاحب فرزندان خوب صالح صالحه، به زنان را صاحب زنی صالحه گردان. پروردگار و فیض برکات خویش را در ملک سرزمین در خاندان مسلمانان نازل فرما. عاقبت امور ما به خیر انجام ده تا رمضان دیگر بندگان صائم و قائم تا در پناه امن عصمتت محفوظ دار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.